بعد از اون طرف شما فرقه ها رو که فرمودید، این فرقه ضاله بهاییت ما واقعا کم توضیح دادیم، کم تبیین کردیم. در همین شهر عزیز مقدس ما چرا نباید جوانان ما متنبه باشن نسبت به این موضوع؟ فرقه بهاییت با صهیونیسم پیوند ناگسستنی داره. گول ایرانی بودن رو نخوریم. یعنی ما در امت اسلامی از مرزهای جغرافیایی عبور میکنیم در کمال نهایی و اون مدینه فاضله آرمان شهر خودش. و بنابراین ما با حواسمون باشه بهاییت و اسرائیل یکی هن. دوتا نیستن اصلا، دوتا نیستن. پس اینا قطعا وحدت شکنن، قطعا مشروعیت نظام اسلامی رو نشانه رفتن و به هر شکلی دارن کار میکنن، به وسیله پول، به وسیله خدمت شما که اصلا رسانه هایی که به شدت در اختیارشون هست و از طرف کل دنیا مجموعه اون چیزی که ما میگیم استکبار جهانی دارن حمایت میشن برای اینکه تخریب کنن. و ما هم حواسمون نیست به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اقتصادی، هر کاری که بتونن بکنن اینا خواهند کرد. چنانچه سابقه‌اش هم هست، حالا فرصتش نیست من عرض بکنم، ولی سابقه‌اش رو داریم و امیدوارم این رسانه شما پلی باشه برای بیداری اول مسئولین ما و بعد مردم ما نسبت به این فرقه ها.